سلام. من دکتر مجد محسنی بیرجندی، متخصص جراحی مغز و اعصاب و دیسک و ستون فقرات هستم. امروز میخوام با شما در مورد یکی از شایع‌ترین دردهایی که هر فرد در طی عمر تجربه میکنه صحبت بکنم. کمردرد. اضافه بر اون، اگر درد گردن رو هم بهش اضافه بکنیم، خب یه بخش اونیم که درمانهای طبی شامل مثلا مصرف دارو یا تغییر سبک زندگی یا انجام فیزیوتراپی و چیزهایی در این ردیف اگر کفایت لازم رو نداشته باشه و ما بهبود کافی ازش برامون حاصل نشه، اون وقت باید چه بکنیم؟ یکی از تکنیک هایی که در این مورد مطرح هست و اخیراً رایج شده، انجام تکنیکی به نام بلوک مفصل و بلوک ریشه هست که این بلوک ها برای دردهای ستون فقرات شامل درد گردن و کمر و همینطور دردهای تیرکشنده از گردن به دستها، از کمر به پاها به کار میره که در این مورد با هم صحبت خواهیم کرد.